پس مریم باردار شد و به مکانی دور خلوت گزید. آنگاه درد زایمان او را به کنار درخت خرمایی خشکیده کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش شده بودم. غمگین نباش که خدای تو از زیر قدم تو چشمه آبی جاری کرد. شاخ درخت را به سوی خود حرکت ده تا از آن بر تو رطب تازه فرو ریزد. پس از این رطب تناول کن و از آب چشمه بنوش و چشم خود را به عیسی مسیح روشن دار. و هر کس از نوع بشر را دیدی با اشاره به عیسی مسیح بگو: برای خدای رحمان نذر روزه سکوت کردم و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت.